روز شهادت او این مملکت امسال اگر غیرت انسانیت داره، اگر رگ آدمیت داره، در مقابل این مصیبت که همچه کسی نیمه شب از نماز شب بیرونش کنن، سر برهنه، پای برهنه، یک زناداده سواره او پیاده در اون کوچه ها افتان و خیزان او رو بیارن، در مقابل چه کسی؟ همه اینها برای اینه که من و تو آدم بشیم، برای اینه که این مملکت به نتیجه بعثت 124,000 پیغمبر برسه، با اون مذهب حقه جعفری. روز شهادت او همچه روزیه. اگر این مملکت یک پارچه ادا شد در امانه، و الا هیچ قدرتی، هیچ سیطره‌ای حافظ و نگهبان نیست، همه آسوده باشی. این مملکت را فقط عاشورا نگه می‌داره، فاطمیه حفظ میکنه، صادقیه حفظ میکنه. باید روز شهادت او همه هیئات بیرون بیاد. نتیجهش چیه؟ نتیجهش همون اکسیره. اللهم ارحم الصرخة التي كانت شد قرآن ناطق، یا فاطمه کشته شد قرآن ناطق، بنیانگذار مذهب امام صادق، با ویلا